وارد میشویم به برنامه زباله احکام، البته با پای چپ. بله. برنامه زباله احکام. امیدواریم که این برنامه برای شما مفید باشد. سوالهای بسیار زیادی از شما به دست ما رسیده است و ما شرمنده کسانی هستیم که سوال مطرح کردند. بله. نوشتن اگر در مکانی که فقط خودمان حضور داریم، یعنی در خلوت خود با ضمیر باطن خود پشت سر ولی فقیه حرف بزنیم غیبت محسوب می شود. غیبت نیست، ولی این کارم کار خوبی نیست، یعنی اثر سوء امنیتی داره. به هر حال خورده عادت می شود و ممکنه اصلا منجر به این بشه که در حضور دیگران هم پشت سر عظما حرف بزنیم. خب یه سوال پیامکی شما رو خوندیم. تماسای تلفنی داریم که تو نوبت هستن، منتظریم یکی از اونا رو بشنویم ببینیم چه سوالی مطرح کردن. حاج آقا، ما از ارادتمندان مقام عظما هستیم، اما دیشب تو خیابون بنا به تکلیف مستر چند تا فحش به ایشون دادیم. حالا سوالمون اینه که ما که در حد یکی دو جمله برای آبا و اجداد و منزل ایشون مایه گذاشتیم، آیا اشکالی داره؟ اگه بشه شما که خودتون دستتون تو کاره یه توضیحی بدید. بله متشکریم. نه اشکالی نداره. صبح تا شب چیزایی باره ولی فقیه میکنن که خوبش همون دوتا جمله است و این فوشا رو تو بدی یا ندی اشکالی نداره. در مورد فک و فامیل و هفت جد ایشون هم بگی مانعی ندارد. اصولا هر کس به عظما فحش را چه بگوید چه نگوید مانعی ندارد. سوال بعدی را بشنویم. حاج آقا، من از مشتریای ثابت برنامه شما هستم. راستیاتش الان سوالی نداشتم، ولی خواستم اگه بشه اون قضیه هفته قبل که تو پارک سایه شما رو لای درختا با اون وضعیت دیدم رو برای بیننده هم تعریف کنین. والا ما که خیلی چیزا راستیاتش یاد گرفتیم. میخواستم دیگرانم بی نصیب از دنیا نرن. ماجرای نهی از منکر هفته گذشتمون رو خواستن که براتون تعریف کنیم. چشم. من صورتم رو چرب کرده بودم و روی ماهیچه های دست راست و چپ حساب می کردم و قدرت کله زدن که خلاصه در چارچوب فنون کشتی کج. در فنون جوجوتسو هم همین ترکیب باید مراعات بشود، یعنی به یک معنا فنون جوجوتسو هم فنون ترکیبی هست، یعنی بلافاصله حرکت به جلو و فرود آوردن آرنج در کار که بهش میگن اسوت و شتوکاری، که با قسمت سخت پیشانی میریم از پایین میاریم رو صورتش. حالا بنده که او جوان دیدم گفتم دیگه کارش زاره. بله، اما نخیر، زار نبود، چون دست بر قضا او جوانه خودش کاراته کار بود. بله، همین منوال رو انجام دادم، ولی باور کنید که دماغم از اینجا تا اینجا کشیده شده بود. سرمو فشار میداد به پایین. به کلم زد که از مخم استفاده کنم و خلاصه برم زیر یخم و بیارم بالا و فکش پیاده کنم. اما جاتون خالی، دستمو گرفت و پیچون. یه ضربه هم زد تو فکم که دیگه نفهمیدم چی شد. حالا نحوهای دیگه هم میزد که ظاهراً اشاره میکنن وقتمون تمام است. اگر فرصت شد یه وقت دیگه اون نحوه های دیگه رو هم توضیح خواهیم داد. فقط یاد گرفتیم که دیگه جلو جوونا شکر اضافه نخوریم. بله.